صاحبکار دست بخیر توجک، رهبر شرکت ساختمانی سرمنزل حاجی محمودجان مرادوف که با یاری‌های خیریه‌اش به مردم نام برآورده است، اخیراً به ساکنان شهر و نویه‌های ولایت ختلان 113 تن محصولات مورد نیاز اول از قبیل ارد، شکر و روغن، بیش از 300 کیلو گوشت و با مبلغ عمومی زیاده از 1,70,000 سومانی کمک رسانیده است. در این باره روز 20 دکبر سال 2023 خبرگزاری خاور معلومات حکومت ولایت ختلان خبر داد از جمله حاجی محمودجان مرادوف در شهر کولوب به بیش از 1740 نفر با مقصد بهداشت وضع اجتماعی کمک و تحفه رسانیده است. گفته می شود به نیازمندان، پیران و برجامانده، تربیت گیرندگان مؤسسه های اجتماعی توان بخشی، مکتب اینترنت ها، کارمندان خدمت رسانی کمونالی و خدمتچیان حربی در شهر کولوب اشیاء ضروری و محصولات خوراکواری از قبیل ارد و شکر و روغن دسترس شده است. از جمله به کارمندان مؤسسه دولتی خواجگی کمونالی که در آبادی و خرمگردانی شهر کولوب به طور شبانه روزی فعالیت می نمایند، محصولات مورد نیاز اول از جمله ارد، روغن و شکر دسترس گردیده. حاجی محمودجان با عیادت کودکان و نورسان در شعبه بچگانه طبابتی پروفیلاکتیکی شهر کولوب که به حمایت و طبابت کودکان از بیماری سیل نگرانیده شده است، چون تدبیر بهداشتی دسترخوان راست. چون این دسترخوان از حساب این صاحبکار دست بخیر همچنین در مکتب اینترنت جمهوریوی کودکان یتیم شهر کولوب و مکتب اینترنت یک یاری رسان شهر آراسته شد. حاجی محمودجان مراد و وکیل مجلس شهر دوشنبه و رهبر شرکت ساختمان سرمنزل با عملهای خیر خود نام برآورده است. از جمله در هر عید رمضان و قربان و عیدهای دیگر برای دستپروران یتیمخانه و طفلان معیوب سربازان دسترخوان‌های عیدانه تشکیل کرده برای عائله‌های نیازمند کمک‌های خیریه جدا می‌کند. حاجی محمودجان مرادوف همین طور در سال‌های آخر تقریباً به 20 عائله نیازمند خانه و در تحفه کرده است. به گفته شاهدان حالا هر روز ده ها نفر نیازمند با امید در نزد کارخانه حاجی محمودجان مرادوف در شهر دوشنبه جمع می‌شوند و این صاحبکار دست بخیر کوشش می‌کند تا یگان کس از در او ناامید نرود.